یگانه معجزه زنده و حیات بعد از سر پیغمبر ما قرآن در میان ما و شما زنده حیات است. بزرگ میگوید نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش های کاهین و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. گر همه خواهی مسلمان زیستن، گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. یگانه کتاب رهنما، یگانه کتابی که دفاع از خوانندگانش در روز قیامت میکند که طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول اکرم اشاره کردند، دو چیز در روز قیامت دعوای شفاعت میکند. یکی ماه رمضان به صورت ملائک شده صدا میزند که این الصائمون، کجاستند بندگان اشکم گرسنه و لب تشنه که به خاطر ما روزه داشتند. قرآن چی صدا میزند؟ این الذین یقرؤون، کجاستند کسانی که خواب شب به خوشحال حرام گردانیدند، بالای ما فقط تلاوت میکردند، آنها کجاستند؟ انشاءالله که ما محبان قرآن هستیم، در روز قیامت دست میبرداریم که ما هستیم. اما در اخیر سوره در قرآن که دارای 114 سوره است، یک سورهش به نام سوره مادرها، در اخیر همین سوره برای کسانی که هم وعید خدا هست، قرآن میگیرن بالای طاقهای خود، بالای گوهره فرزندهای خود، بالای در داخل صندوق خانه های خود میگذارند، قرائت نمیکنند، با او عمل نمیکنند. یگانه قرآن در روز قیامت بالای همون نفرات دعوا میکنند. همین پیغمبری که مشفق و رحیم است میگه ما بداد همون امت رسیده نمیتونم که قرآن بالاش دعواگر باشه. قرآن اگر دعوا کنه بالای ما و شما اعوذ بالله، پیغمبر به درد ما و شما نمیخوره. خداوند در وصف این معجزه زیباش چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. صدق الله العظیم. قرآن به خاطر چی است؟ خدا میگه این کتابی که من بر شما فرود آوردم، کتاب با برکت، کتاب مبارک. به خاطر چیست؟ به خاطر بالای صندوق ها ماندن؟ نه. به خاطر در داخل گوهره فرزندان ماندن؟ نه. به خاطر در طاق مسجد ماندن؟ نه. لیدبروا آیاته، تا اینکه اندیشه کنیم. بالای قرآن که میخواین الحمدلله رب العالمین فکر کنیم. در چندین جاهای قرآن خدا اشاره میکنه که افلا یتفکرون، چرا فکر نمیکنیم؟ افلا یتدبرون، چرا تدبر و اندیشه نمیکنیم؟ افلا یتذکرون، چرا تذکر نمیکنیم؟ به این خاطر قرآن برای چی است؟ برای خواندن و فکر کردن در معنای زیبای او. نگاه کنیم که برادران مسلمان، یگانه معجزه است که تمام مدعیای مقابلش به اعجاز میشناند، خود قرآن عظیم و شان است. حدیث عبدالله ابن مسعود است که برای خواننده های قرآن یک حدیث میگم. حضرت عبدالله ابن مسعود یکی از کبوتران مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه
از زبان گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم: من قرأ القرآن و عمل بما فیه، من قرأ حرف من کتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ألف حرف، لام حرف، میم حرف. حضرت عبدالله بن مسعود میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم تن هر کسی که بالای قرآن میشیند یک حرف قرآن قرائت میکند، در نامه اعمالش یک حسنات نوشته میشه. یک حسنات خدا به 10,000 میزند، 10 ثواب نوشته میشه. مجموعی نگاه کنید، حضرت عبدالله بن مسعود میگه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند که به گفتن یک الف لام میم یک مجموعش یک حرف نیست، بلکه الف علاهیده حرف است، لام علاهیده حرف است، میم علاهیده حرف است. و گوینده الف لام میم در نامه اعمالش 30 ثواب نوشته میشه. مجموع قرآن که دارای 114 سوره است، دارای 6,000 اتفاقی است. ابن کثیر دمشقی محققی برجسته میگه 6,000 آیاتش اتفاقی است. 204 یا 214 215 25 26 تا 36 این مسئله اختلافی است. 6,666 آیات نیست، بلکه 6,236 ای 236 نمیگذرد. اما مجموع کلماتش 77,493 کلمه است. مجموع حرفش 321,180 حرف است. اگر انسانی که هر ماه عادت داشته باشه هر روز یک پاره قرآن بخواند، در یک ماه مجموع حرفش که 321,180 حرف است، این به 10 ضرب زن 32,010,800 حرف میشه. برای خواننده قرآنی که از اول تا آخر که امتحان میرساند 32,010,800 ثواب داده میشه. کنی جوانمردی که بالای قرآن کار کنه و بالای قرآن باشین و هر روز عادت داشته باشه قرآن رو بخونه. نگاه کنین پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه تشویقات کردن که حضرت ابو سعید خدری از اسید بن خضیر یک حدیث روایت میکنه. اسید بن خضیر میگه هر روز من شب عادت داشتم تا که سوره بقره را قرائت نمیکردم، از اول تا به آخر خواب نمیکردم. یک شب میگه عادت داشتم که در حولی صحن خانه که سوره بقره میخواندم، یک اسب داشتم در نزدم بستگی بود. هر وقت که تلاوت میکردم حیوان به زبانی که مکلفیت قرآن بالاش نیست اما طرف راست و چپ جولان میکردم، میلان میکرد، راحت میکرد. اما اصلی ما در تلاوت قرآن از خواندن که استاد میشدم باز او استاد میشد، باز هم تلاوت شروع میکردم باز هم طرف راست و چپ میلان میکرد. استاد شدم، نگاه کردم که فرزندم یحیی که کوچک بود زیر پای اسب رفت. گفتم خدایا حیوان به زبان بالای فرزندم یکم آسیب نرسانه. از قرائت استاد شدم، فرزند من یک طرف میکردم، چشمم به عالم باسمان نظر کرد. نگاه کردم که یک توده انسانهای زیباگی آنها رو من هرگز ندیده بودم. رویهاشان مانند ماه شب 14 بالا به بالای هم توده بودن که تماشا میکردم. نگاه کردم که آنها هم پراکنده شدن. هر بار بعد از نماز بامداد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم. گفتم ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، واقعه حال همین که همین شب تلاوت قرآن میکردم به عالم بالا نگاه میکردم که یک توده بسیار انسانهای زیبا رویهاشون مانند ماه شب 14 بالا به بالای همان بودن. حضرت رسول اکرم دستشان در پشتوانه حضرت خضیر ماندن، گفتن اقرأ ابن خضیر
اقرأ ابن خزر قرائت میکردی. اتدری من هم؟ میدانستی که آنها کی بودن؟ گفتم نه. گفتن تلک الملائکه دنوت لصوتک، آنها ملائکه های بودن که به خاطر شنویدن زیبای صدای زیبای تو از عالم بالا همه پایان شدن. نگاه تو که قرآن که میشنوند از عالم بالا به خاطر شنویدن و به خاطر شنویدن همه آنها به زیر آسمان به عالم زمین پایان شدن که به خاطر شنویدن صدای قرآن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت خداوند دو صدا را دوست می‌دارد. صدای انسان مذنب و انسان گناهکار که گناه میکنه و پشیمان میشه دست بالا میکنه صدا میزنه که رب اغفر لی، رب اغفر لی، خدایا گناه منو ببخش، خدایا گناه منو ببخش. ان همین صدا را الله دوست می‌داره. جوانمردی که گناه کرده است با گناهش اقرار میکنه صدا میزنه که خدای گناه منو ببخش. اما دوم صدا کدام صدا است؟ صدای حافظی که بالای قرآن میشینه و صدا میزنه که الرحمن علم القرآن. این صدا را خدا دوست میداره، صدای بنده را که بالای کلام الله میشیند و تلاوت قرآن میکند. این صدا را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن خدا دوست می‌داره. اما در روز قیامت چی؟ برای انسانی که حافظ قرآن است در روز قیامت باراش گفته می‌شود که اشاره ملائکه، صدای ملائکه بالاش می‌شود که اقرأ ورتقی، اقرأ ورتقی، بخوان بالا شو. مقدار هر حرف و آیه‌ای که در اشکمی است همین قبراش در جنت مرتبه و منزلت در جنت براش عطا میکنن. نگاه کنید، این فقط برای خواننده قرآن، اما قرآن خودش معجزه است.